تبریک میگم. از امشب شما نگهبان شب در برجک مرزی 313 ایران پاکستان هستید. یه برج فلزی قدیمی بالای تپه خاکی درست روی مرز ایران و پاکستان. اطرافت هیچ کس نیست. تا کیلومترها فقط بیابون، صخره و سکوت. وظیفت ساده است. شب‌ها رو تا طلوع این بالا بمون، دوربین‌ها رو چک کن، بیسیم‌ها رو گوش بده. ولی قبل از اولین شب این قوانین رو بدون. قانون اول: اگه بعد از ساعت 1 دیدی یک نفر از دور داره میاد ولی پیراهن تنش نبود، چراغ رو خاموش کن، اصلا حرکت نکن. قانون دوم: اگه رادارها شروع کردن به بوق زدن ولی چیزی اطرافت ندیدی، سریع روی زمین دراز بکش، نفس نکش. اون چیزی که رادار حس میکنه تو حس نمی‌کنی. قانون سوم: اگه دیدی صدای خودت توی بیسیم داره پخش میشه، خاموشش نکن. فقط گوش بده تا وقتی که بهت گفت اونی که بالاست تو نیست. همون لحظه برق برجک رو قطع کن. قانون چهارم: اگه صبح یه نامه پیدا کردی که با دستخط خودت نوشته شده بود که نوبت تو تموم شده، از پله ها پایین نرو.